سلام همراهان خوب کانال نگزاتیک، خوش آمدید به نگزاتیک. خب دوستان عزیز، قسمی که معلوم است ما شما ویندوز را میخوانیم. در ویندوز بخش سیتینگ تنظیمات کامپیوتر که مربوط پرسنالایز می شود، ما شما قرار است درس خود را آغاز کنیم. در روی سفید دسکتاپ ما شما راست کلیک میکنیم. خب قبل از یک درس خود را آغاز کنیم از شما درخواست میکنیم که چنل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. روی سفید دسکتاپ راست کلیک میکنیم. زمانی که راست کلیک کنیم گزینه پرسنالایز بالای پرسنالایز میایم. زمانی که بالای پرسنالایز کلیک کردیم با این صفحه آشنا میشیم که بعد از پرسنالایز ما شما روی پرسنالایز با این صفحه آشنایی داریم که کاربردی از اینا را بر شما میگویم. زمانی که بالای بک‌گراند رفتیم، خب هر کدام از اینا که است از خود کار را انجام میده که در داخل از یک گزینه بک‌گراند برشون میگیم. ما شما گزینه بک‌گراند کلیک میکنیم. در اینجا زیاد آیتم داریم. ما شما بک‌گراند کلیک میکنیم، بالای بک‌گراند میریم. خب زمانی که برای بک‌گراند آمدیم ما شما این سفر داریم. ما شما از قسمت سلاید شو را انتخاب میکنیم. خب کلیک میکنیم. سه گزینه داریم: پیکچر، سلاید کالر و سلاید شو که فعلا به حالت سلاید شو است. ما و شما قسم گفتیم میریم گزینه پیکچر برای فعلا اول فعال میکنیم. زمان که پیکچر فعال نمودیم با این صفحه آشنا میشیم. ما شما اگر گزینه پیکچر فعال کردیم ما شما تنها میتونیم که برای روی صفحه دسکتاپ خود تنها پیکچر داشته باشیم، تنها تصویر داشته باشیم. در قسمت عکس هایی را که ما شما اخیراً خواستیم روی صفحه دسکتاپ ما باشه برای ما شما از این قسمت میتونیم که عکس از گالری، از درایو های کامپیوتر، از DSPC یا از فلش هر جایی که باشه عکس را میاریم. از البته پیشتیم ما روش باشه در کجاست عکس خود را انتخاب میکنیم. بعد از اینکه عکس خود انتخاب کردیم عکس بعد تغییر میکنه و ما شما میتونیم که تصویر ببینیم که عکس دسکتاپ ما شما تغییر کرد. دوباره یک بار رفرش میکنیم تا مصروف نشه کامپیوتر. دوباره میریم بالای سیتینگ که آمدیم گزینه پیکچر را فهمیدیم که از زمان گزینه پیکچر فعال باشه از قسمت میتونیم که عکس های اخیراً و براوز فوتوز عکس انتخاب کنیم و گزینه فیت تو فیل. از این قسمت ما شما میتونیم طوری تنظیم کنیم. حالت فیلم معمولی است و فیت برای ما شما طور تنظیم میکنه که از سمت راست و چپ مقداری از رنگ انتخاب شود. در صورتی که در صفحه دسکتاپ ما شما تصویر باشه ولی از دو سمت یک سر رنگ ترکیب شدگی برای ما اضافه شود. میبینید تصویره؟ یعنی برای ما شما طور تنظیم کرد که از دو طرف صفحه دسکتاپ سمت راست و چپ مقدار رنگ آمد. دوباره میریم بالای سیتینگ میریم و از این گزینه پایین میتونیم که رنگ انتخاب کنیم. رنگ هر کدام رنگ را خواستیم که فعلا سبز انتخاب است. خب حالت فیلم معمولی است. ما شما فیل انتخاب میکنیم. حالا صورت ساده شد تغییر کرد. دوباره میریم بالای تنظیمات و یک بخش در آخر که از کانترست دیم را در آخر بر شما میگویم، چون کانترست دیم در هر سه بخش برای ما شما تکرار شده است. خب دوباره قسمت میایم. ما شما گزینه پیکچر خواندیم. پایین این بار سلاید کالر انتخاب میکنیم. در گزینه پیکچر ما شما تنها میتونستیم که پیکچر تصویر در صفحه دسکتاپ خود ایجاد کنیم و از گزینه سلاید کالر که ما شما سلاید کالر انتخاب کنیم، یعنی فقط بر صفحه دسکتاپ ما شما رنگ ایجاد میکنه که ما شما فقط میتونیم در صفحه دسکتاپ خود خالص رنگ داشته باشیم. مثلا با رنگ سبز را گرفتیم یا قهوه‌ای. یک بار که سفر ببندیم رنگ صفحه دسکتاپ ما شما صاف سوتره رنگ گرفته، یعنی هیچ تصویر ترکیبی خود نداره. ما شما میتونیم که انواع از رنگ های مختلف را بر صفحه دسکتاپ خود خواستیم تنها ایجاد کنیم. خب اینجا رنگ زیاد است و از گزینه ویو کالر ما شما میتونیم که رنگ ترکیبی برای خود بگیریم. برای خودتان بهتر میفهمین که از کدام رنگش ترکیب کنین انتخاب کنین. و این قسمت هم کانترست دیم داره که در آخر بر شما میگیم. ما شما پیکچر و سلاید کالر خواندیم که
پیکچر تنها عکس بود، سلاید کالر رنگ بود. و این بار میریم روی سلاید شو. سلاید شو چی هست؟ سلاید شو مجموعه از چندین عکس در داخل یک فولدر را سلاید شو، یعنی چند عکس یک گروپ شده که به اسم فولدر میگه. فعلا ما یک سلاید شو انتخاب کردیم و همچنین زمانی که ما شما راست کلیک کنیم یک گزینه به اسم Next Desktop Background برای ما ظاهر میشه که با کلیک روی نمودن روی زی اگر ما شما مجموعه چند عکس را داشته باشیم، عکس روی صفحه دسکتاپ ما شما تغییر کرده میره. یعنی ما شما سلاید شو انتخاب کرده باشیم میتونیم که چند از او قسمت استفاده کنیم. و از گزینه براوز ما شما میتونیم که در هر جایی که از کامپیوتر که عکس داشته باشیم این داخل یک فولدر چندین عکس باشه نیز ایجاد نماییم تا که مجموعه از چند عکس شود. ما در پایین یک عکس داریم، ما این فولدر انتخاب میکنیم، فولدر والپیپرز. بعدش چوز دیز فولدر کلیک میکنم، یعنی من این فولدر به عنوان مجموعه از عکس های روی صفحه دسکتاپ خود قرار دادم. و زمان که از اینجا بیرون شویم این عکس از داخل امضا فولدر موجود میباشه و گزینه نکست دسکتاپ آیکن میتونیم که عکس روی صفحه دسکتاپ خود را تغییر بدیم، یعنی عکس تغییر کرده بره. خب ما شما میتونیم که از این قسمت چی کنیم؟ عکس روی صفحه دسکتاپ خود را تغییر بدیم. دوباره میریم روی سیتینگ. زمان که روی سیتینگ آمدیم و همچنان ما شما میتونیم که طور تنظیم کنیم یک عکس را که هر یک دقیقه بعد مثلا تغییر کنه. یعنی ما شما روی زی گزینه کلیک میکنیم change picture every، تغییرات شود عکس هر چند دقیقه بعد. روی زی کلیک کنین، روی زی گزینه نوشته است که 1 منت، 10 منت، 30 منت، 1 هاور، 6 هاور، 1 دی. میگه هر یک دقیقه بعد عکس صفحه دسکتاپ تغییر کنه، هر 10 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، 6 ساعت و 1 روز بعد عکس صفحه دسکتاپ شما تغییر کنه. شما میتونید یک از اینا را برای خود انتخاب نمایین. و در پایین دو گزینه دیگه است، اگر اینا فعال باشه خوب، اگر نباشن پروانه داره. اینا فقط کاری میکنه که کامپیوتر شما مجبور شوه، یعنی حتی در حالت که مصروف هست هم به یادش بمانه که ما باید عکس صفحه دسکتاپ تغییر بدم، چرا که کارگر ما برای ما امیر دستور داده مرتبه تنظیم نموده که هر یک دقیقه بعد یا 10 ساعت یا 1 روز بعد همین عکس تغییر کنه. هم زیاد مهم نیست. و از این قسمت هم گزینه فیل و فیت داریم که فیل و فیت را بر شما گفته بودیم در گزینه پیکچر. خب از این قسمت هم که بر شما معرفی کردیم میتونیم مجموعه از چند عکس و گروپ را بر خود جا کنیم. و یک قسمت ما کانترست دیم که در سه گزینه گفتیم برش آمده ما شما میتونیم استفاده کنیم. خب این چی تغییرات در ما شما ایجاد میکنه؟ نوعیت صفحه نمایش صفحه دسکتاپ ما شما تغییر میده، یعنی اگه فعال باشه ما شما را یک ذره ماهرتر، حرفه‌ای‌تر نشان میده، چون یک بک‌گراند هایی را داره، یعنی طرز نمایشش تغییر میکنه. خب ما شما نمیتونیم با کلیک نمودن روی زی امیر برای خود تنظیم نمایید. در قسمت کانترست دیمز یک گزینه است که اسم های موارد بال در اینجا ذکر شده که میتونین که با در نظر داشته اسم و نوعیت آن از این قسمت برای خود تنظیم کنین. مثلا ما دارک را میگیرم، گزینه دارک را، و بعدش اپلای میکنم. پلیز ویت، یک دقیقه صبر. و بعدش ما میبینیم که تغییرات ایجاد شد برای صفحه نمایش کامپیوتر ما شما مشاهده دارین. یعنی حالا به طور جور شده که بالای هر گزینه که بریم جدا جدا برای ما شما نمایش داده میشه، یعنی یه تقسیم بندی میکنه. در پایین هم که میبینیم بالای هر آیکن یا نوتیفیکیشن اریا که میریم هم تغییراتی برای ما شما ایجاد شده. خب قسم گفتیم ای شما را یک ذره ماهرتر نشون میده و این تنظیم میکنه طوری که خط کشی شود، جدا جدا شود هر گزینه به خودش. و همچنین این بار نایت سکای میگیریم که به صورت کاملا سیاه با رنگ های زرد برای ما شما ایجاد شود. و یک زمان میخواین که همین تغییرات ها نباشه،
یعنی نمیخواین تغییرات را گزینه نن، بعد از نن اپلای پلیز وید یک دقیقه صبر میکنین تا می تغییرات اعمال شود و بعدش میبینیم که پس دوباره به حالت اول برگشت و یک گزینه در اخیرمان است به اسم دیمز که دیمز بسیار ضروری می باشه، یعنی بسیار کاربرد داره. زمانی که روی این گزینه آمدین با این صفحه آشنا میشین و این قسمت در اکسسیبیلیتی هم تکرار شده. 4 گزینه مواردی بالره ما شما در آینده انشالله خواند و در پایین برای ما شما مجموعه از عکس ها یا سلاید شو های را نشان میده که اخیرا ما شما آنها را انتخاب کردیم. در قسمت و همچنین میتونیم که از این قسمت عکس های اینترنتی که اگر اینترنت داشته باشین عکس از اینترنت برای خود انتخاب کنین. در اینترنت هم عکس به صورت مجموع عکس برای ما شما ایجاد میشه. و در پایین 2 گزینه بسیار مهم که باید یاد داشته باشین: دسکتاپ آیکن سیتینگ، تنظیمات آیکون های دسکتاپ. زمان که روی این گزینه بیاین این گزینه بسیار مهم است که باید یاد داشته باشین. ما شما 5 برنامه رو اینجا داریم، 5 آیکن برای شما. در اول هم گفتیم و حالا هم میگیم در ویندوز یا در کامپیوتر ما شما 2 نوع آیکن داریم، یکی سیستم آیکن یکی یوزر آیکن. سیستم آیکن این 5 آیکن می باشه که دیگه قسمت با ما شما میتونیم که را آف و آن کنیم، یعنی ترن و آن آف کنیم. و یوزر آیکن داریم، آیکن هایی که ما شما آن را میسازیم مانند پی دی اف و داکومنت های برنامه ورد. خب دوستان عزیز، ما شما گفتیم 5 آیکن سیستمی رو داریم که ما عبارت از DSPC، آیتی نمبر، نتورک و ریسایکل بین، کنترل پنل مانند از اینا می باشه. و از گزینه بالایی که میبینین که علامت تیکمار و انتیکمار داره، اگر تیکمار باشه یعنی انمی آیکن در صفحه دسکتاپ ما شما موجود می باشه. بعدش یک بار اپلای میکنیم. خب ما گزینه کامپیوتر غیر فعال کردیم و حالا دیگه گزینه کامپیوتر نیست، کامپیوتر مونده اس پی سی. و این بار میایم کنترل پنل در قسمت میبینین کنترل پنل این بار از این گزینه غیر فعال میکنم، بعدش اپلای. این بار دیگه کنترل پنل هم از اینجا رفت، دیگه قسمت کنترل پنل نیست. چرا ما از بالا طور تنظیم نمیدیم که او در صفحه نمایش نباشه. این بار R5 ش فعال میکنیم که هم نتورک هم ریسایکل بین هم کنترل پنل، بعدش اپلای و اوکی میکنیم. حالا کلش ایجاد شد، هم دیس پی سی هم نتورک هم آیتی نمبر و که آیتی نمبر هم یوزر نیم میشه و مانند از اینا. دوباره میریم روی صفحه ما شما دوباره از آخر کانترست دیم که است دوباره تکرار میشه برای ما شما، فقط دیمز خیلی مهم بود. خب دوستان عزیز، یک تکرار سریع می داشته باشیم. خب راست کلیک در روی صفحه دسکتاپ کامپیوتر. زمان که راست کلیک کنیم میایم گزینه پرسونالایز که سیتینگ که ویندوز میشد و از این مجموعه گزینه بک‌گراند را انتخاب میکردیم. زمان که روی بک‌گراند آمدیم ما شما 3 گزینه داریم: پیکچر، سلاید کالر و سلاید شو. اول گزینه پیکچر فعال میکنیم. ما شما میتونیم که فقط بر صفحه دسکتاپ خود گزینه پیکچر داشته باشیم، فقط پیکچر باشه که در قسمت را عکس هایی که اخیراً ما شما انتخاب کردیم رو میتونیم ببینیم و از بالای براس فوتوز میتونیم عکس از گالری یا درایو ها برای خود ایجاد کنیم. و دوباره قسمت بعدی سلاید کالر میتونیم فقط تنها رنگ داشته باشیم در صفحه دسکتاپ خود، تنها رنگ صاف ساده. و از گزینه ویو کالر میتونیم رنگ ترکیبی برای خود ایجاد کنیم، رنگی که از 2 رنگ دیگه ایجاد شده باشه. و گزینه سلاید شو رسیدیم. از گزینه سلاید شو ما شما مجموعه چند عکس در داخل یک گروپ را فولدر یا که سلاید شو یاد میکنه، یعنی مجموعه چند عکس داخل یک فولدر که باشه. و از گزینه براس میتونیم عکس انتخاب کنیم و همچنین میتونیم از این قسمت تنظیم کنیم به صورتی که هر 1 دقیقه بعد یک عکس تغییرات شود، هر 10 دقیقه بعد، 1 ساعت، 1 روز.
و این دو گزینه اگر فعال باشه برای ما کامپیوتر ما شما طور تنظیم میکنه که مصروف نشوه. و دوباره میم بالای کانترست دیم را که بر شما گفتیم ما شما را یک ذره حرفه‌ای تر نشان میده، یعنی بک‌گراند یا نویت کامپیوتر ما شما رو تغییر میده تا ما شما حرفه‌ای تر نمایش بیاییم. و اگه خواستم که نباشه گزینه نن بعدش اپلای میکنین. و یک گزینه دیمز داریم که دیمز بسیار ضروری می باشه که باید 100% بلد باشی. زمان که روی دیمز آمدیم و این گزینه ها را ما در آینده میخوانیم و از این قسمت ما شما مجموعه از عکس ها سلایدشوها را برای ما شما نمایش میده و از این قسمت میتونیم عکس اینترنتی برای خودتان لود کنیم. و از پایین دسکتاپ آیکن سیتینگ که بسیار کار ضروری می باشه. زمان که روی دسکتاپ آیکن سیتینگ کلیک کنیم برای ما شما آیکن های روی صفحه دسکتاپ تنظیم میکنه که یک 5 سیستم آیکن های صفحه دسکتاپ که اگه فعال باشه خوب می باشه برای ما شما راحت تر می باشه کار ما، و اگر نباشه به مشکل برمیخوریم و جاتر به مشکل برمیخوره چون فعال نیست و دوباره تکرار میشه. خب همراهان عزیزم، در اول هم شما درخواست کردم و در آخر هم ویدیوهای ما رو لایک، چینل ما رو سابسکرایب و تا انتهای ویدیو با ما باشین.